سلام و درود رفقا، امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. اومدیم با نقد و بررسی فیلم آقای زالو به کارگردانی مهران احمدی. این سومین فیلمیه که کارگردانی میکنه بعد از سگبند و مصادره، با حضور بازیگرانی مثل امین حیایی، هادی کاظمی، مهران مدیری و با هنرمندی مونا فرحبخش و دیگر هنرمندان فاخر سینمای ایران. فروش این خیانت بی‌انصافی خدا قرش میگیره. سلطنت طلبم که هستی، هر خدمتی بتونم بهتون میکنم، به اسلام، به مسلم. باباتو در میارم. فیلم آقای زالو یک کمدی اجتماعی هستش که بیشتر تمرکز بر روی بازیگران، جلوه‌های بصری و غیره داره، ولی به عمق داستان اونجوری که باید و شاید نپرداختن. دچار پراکندگی و عدم انصدام هستش. مهران مدیری و امین حیایی بار اصلی جذابیت و طنز بودن سریال رو بر عهده داشتن. آبروی نظام و پیش مردم بردیم. به روح آقام قسم، جفت من و تو با هم خوب جور در میشیم. طنزهای کلامی، موقعیت‌های خنده‌دار آن را برای بیننده جذاب‌تر می‌کند. تمام فاکتورهای لازم برای یک فیلم موفق و ماندگار را دارد. داستانی که لایه‌های اجتماعی و انتقادی را در کنار کمدی و طنز بودنش به همراه داره. در مرکز فیلم شخصیتی رو داریم که به پله‌های پیشرفت و بالا میره به هر روشی که بتونه. البته از هیچ دوز و کلک و سیاه نمایی نمیگذره و هر جا که فکر کنه دوز و کلک جواب میده از اون استفاده میکنه. دارم احساس گناه میکنم. نگه داریم من پیاده میشم. اگر خوشت بیاد ای چیه این بی‌ناموس به ناموس مردم داره بی‌ناموسی میکنه؟ بی‌ناموس رو فیلم نوشت. البته یک دستیاری داره که از پایین شروع کرده و با سوء استفاده از موقعیت‌های اجتماعی و چسبوندن خودش به آدم‌های معروف و مؤثر در ساختار قدرت به اینجا رسیده. به طور کلی رفت و برگشت‌های سریال به گذشته و حال یک آشفتگی و یک خلأ خاصی رو در فیلم ایجاد کرده. این کارا میتوان به طور عادی و در یک روش خطی پیش برد. این رفت و برگشت ها به حال و گذشته ذهن را آشفته و خسته میکنند، اما در کل از یک بی هدفی به یک هدف میرسه. با بازی معمولی مهران مدیری و امین حیایی یک فیلم نسبتاً رو به پایینه، اما در کل میشه گفت که این فیلم نمره 10 از 10 نمیگیره و ما میتونیم بهش نمره 7 بدیم. گر خوشت بیاد ای چیه این بی‌ناموس به ناموس مردم داره بی‌ناموسی میکنه؟ بی‌ناموس رو فیلم نوشتی از کرخه تا راهن میذاری تو دستگاه یه خوشگله. ما در اینجا به طور خیلی خلاصه وار به فیلم آقای زالو پرداختیم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. میتونید با ساب کردن، لایک کردن به من انرژی بدید. ممنون از نگاه زیبا.